ننی بعد 2 هفته با 2 چمدون بزرگ پر لباس و اسباب بازی برگشت خونه. جیند به ننی طعنه زد و گفت واقعاً این همه سختی واسه 4 لباس مجانی لازم بود؟ میدونی همین 4 لباس مجانی چقدر میارزن؟ این لباسا مال معروفترین برنداست. قیمتشون 10 برابر آشغالاییه که من و تو میپوشیم. من و تو نمیدونم کدوم و کی و کجا بپوشم. اما مهم نیست. یاد میگیرم چطوری ازشون استفاده کنم. عصر وقتی بتی دوست ننی بهشون سر زد، چشماش از دیدن لباسا و وسایل گرون گرد شد. بتی به ننی گفت احتمالاً خیلی ازت خوشش اومده که این همه لباس گرون بهت داده. ننی گفت ازم خوشش نیومده بود. هر کاری ازم خواست و انجام دادم، اونم اینا رو بهم داد. سیندی انقدر لباس داره که نمیدونه باشون چیکار کنه. بعضیاشون حتی یه بارم نپوشیده. باید کمد لباساشو میدیدی. فقط 50 جفت کفش داره. چقدر بد. این زن هرچی بخوادو داره ولی بازم خوشحال نیست. راستش مشکلاتی داره که من و تو درک نمی‌کنیم. گمونم بهتر لباس قضاوت رو در بیاری و لباس پرستاری تو بپوشی. اگه از گذشتش میدونستی اینقدر راحت راجبش حرف نمیزدی. بتی گفت راستش فکر میکنم فقط گذشته دلیل مشکلات روحیش نیست. هیچکی به خاطر همچین موضوعی مثل شکلات آرام بخش نمیخوره. ولی سیندی آرام بخش نمیخوره. شیشه بالای سرش داروی مسکن بود. من شیشه خالیشو تو سطل آشغال حموم دیدم. من تو کلاس داروشناسی دانشگاه چیزایی در موردش خوندم. چون رو شیشه نوشته داروی مسکنه، دلیلی نداره قرص دیگه ای توش باشه. خب بتی اگه مریض باشه چی؟ اگه مریض بود التماست نمی کرد به هیچکی هیچی نگی. من نمیدونم. کارای این زن واقعا عجیبن. بتی از ننی خداحافظی کرد و رفت. باید به شیفتش تو بیمارستان میرسید. جیند هم توی خیابون میچرخید و منتظر بود جلسه هیئت مدیره تموم بشه. جیند صبح با لیا حرف زده بود. وضعیت جسمی لیا خوب نبود. فشار خون گرفته بود و شبا فقط 3 ساعت میخوابید. از طرفی به خاطر موضوع بیمش نمیتونست استعفا بده. وضع کلارک ادواردز هم خیلی تعریفی نداشت. کلارک بعضی وقتا توی دفترش میخوابید. مدام بین دفترش و هتل چلسی تو رفت آمد بود. 1-2 باری هم بعد از جلسه رفته بود پارک رودخونه هاتسون. میخواست غروب خورشید رو تماشا کنه. یکی از این عصرها به جیند زنگ زد. بهش گفت بیاد پارک هاتسون. وقتی جیند به پارک رسید، ادواردز با چشمای بسته روی نیمکت نشسته بود. جیند بدون هیچ حرفی ایستاد و چند دقیقه بعد کلارک ادواردز چشماشو باز کرد. آقای ادواردز گفت اومدی؟ بیا بشین. خورشید داره غروب میکنه. من زیاد اینجا میام. دیدن غروب خورشید حالمو خوب میکنه. جیند گفت نمیدونستم غروب خورشید انقدر حیرت انگیزه. جیند با خودش فکر کرد. یعنی وینس میدونه پدرش همچین روحیه لطیفی داره. اگه میدونست حتما یه جور دیگه راجبش فکر میکرد. آقای ادواردز گفت میدونستی وینس میخواد بره هند؟ میخواد بره جهانگردی؟ نمیدونستم قربان. ولی میدونم وینس پسر عاقلیه. وقتی آمادگیشو پیدا کنه برمیگرده آمریکا. آقای ادواردز گفت راستش من نگران وینس نیستم. وینس منو یاد جوونیام میندازه. من از شادیای خودم گذشتم و درگیر کار شدم. میخواستم خونوادم خوشحال باشن. الان همه چی داریم اما خوشحال نیستم. برای همینم نمیخوام جلوشو بگیرم. وینس این زندگیو نمیخواد. منم نمیخوام. شرکت دراز هم میپاشه، خونوادم دراز هم میپاشه. هیچ کاری هم نمیتونم بکنم. من برای چیزایی که دارم خیلی جنگیدم. هنوزم میجنگم. ولی نجات بعضی چیزا که دیگه دست من نیست. جیند گفت مطمئنم وینس زود برمیگرده. من تا حالا هند نرفتم ولی اگه یه دونه از پشه های لیمبر رو داشته باشه قول میدم شب سال نو به هم زنگ میزنه. میگه برم فرودگاه دنبالش. کلارک خندید و گفت من فقط میخوام وینس خوشحال باشه. جیند و کلارک بلند شدن و رفتن طرف ماشین. بعد مدتها کلارک ادواردز میخواست برگرده خونه. سیندی چند تا از دوستاشو برای ناهار دعوت کرده بود. آنا هم دوباره غر زده بود کاراش زیاده. سیندی هم بهش گفته بود میتونه دوباره از ننی کمک بگیره. وقتی آنا به ننی تلفن کرد ننی خیلی خوشحال شد و فوراً رفت. چون مسئولیت پخت غذا پای آشپزا بود، آنا و ننی تو آشپزخونه فرصت حرف زدن داشتن. تو این فرصت آنا خیلی با احتیاط از ننی پرسید ننی
تو فکر میکنی خانم سیندی مشکلی داره؟ راستش من فکر میکنم یه چیزای سیندی رو آزار میده، اما سیندی راه حل درستی براشون نداره. آنا گفت توی سطل آشغال پر بطری خالیه. سیندی هم بوی عجیبی میده. نمیخوام باور کنم سیندی معتاده. مشکلات این خانواده خیلی زیاده. راستش من خانواده‌های زیادی رو دیدم که از هم پاشیدن، اما سیندی غیر از کلارک و بچه‌هاش خانواده دیگه ای نداره. ننی گفت اما دوستای زیادی داره. دوست خانواده نمیشه ننی. تو میتونی دوستاتو بذاری جای جیند و لیومی؟ فکر کنم باید موضوع رو با آقای ادواردز بگیم. سیندی باید حساب کار دستش بیاد. ننی گفت اگه جیند بفهمه تو زندگی خصوصی آقای ادواردز فضولی کردن منو میکشه. بین خودمون میمونه ننی. جیند هیچ وقت نمیفهمه. تو برو با آقای ادواردز بگو. ننی در اتاق آقای ادواردز رو زد و وارد شد. سلام آقای ادواردز، میخواید براتون دسر بیارم؟ ممنون ننی. نه میل ندارم. راستی آقا، من میخواستم یه چیزی بگم. بگو. میخواستم یه چیزی بپرسم. من راستش شما با جان ادواردز نسبتی دارین. به نظرم یکم شبیه این. همین. کلارک خندید و گفت چه جالب. تو اولین نفری هستی که اینو میگه، ولی نه، گمون نمی کنم. ننی از اتاق کلارک بیرون اومد و برگشت آشپزخونه. چی شد گفتی؟ ننی جوابی نداد، فقط سرش رو تکیه داد به یخچال. آنا گفت بهش نگفتی؟ خب عیبی نداره، حداقل تلاشمون رو کردیم. جیند از وینز دعوت کرده بود قبل رفتن به هندوستان یه روز عصر برن هارلم خونه جیند. جیند دلش میخواست وینز غذای محلی کامرون و لیمبر رو امتحان کنه. دوست داشت کمی تفریح کنن و حرف بزنن. وینز هم در جواب دعوت جیند بهش زنگ زد و گفت چطوری بابا جانگا؟ میخواستم بپرسم میشه مایتی هم با خودم بیارم؟ بابا مامان دارن میرن مهمونی. پرستارش هم جمعه ها نمیاد. باید با خودم بیارمش یا اینکه کلا قید اومدن رو بزنم. جیند گفت متاسفانه جوابت پیش ننیه. تا چند دقیقه دیگه بهت خبر میدم. ننی اولش مخالف بود، اما بعد از پافشاری جیند قبول کرد مایتی هم با برادرش بیاد. ننی گفت باشه، ولی اگه اتفاقی براش بیفته مسئولش وینسه. قرار شد ساعت 5 عصر همه آماده باشن. وینس و مایتی تصمیم گرفتن با مترو برن هارلم. چون مایتی تا حالا سوار مترو نشده بود، جیند و ننی هم لباس مهمونی پوشیده بودن و منتظر بودن مهموناشون از راه برسن. درست ساعت 5 عصر صدای زنگ اومد. تا در آپارتمان باز شد، مایتی داد زد ننی! مایتی و لیومی خیلی زود رفتن سراغ بازی. جیند و وینس هم توی پذیرایی مشغول صحبت شدن. ننی هم رفت آشپزخونه تا شام حاضر کنه. بعد اینکه ننی میز غذا رو چید، همه سر میز نشستن. جیند گفت امشب قراره مثل کامرونیا غذا بخوریم، نه آمریکایی‌ها. تو کامرون هر کس به اندازه که میخواد غذا میکشه. هر کجا دلش خواست میشینه و غذاشو با دست یا قاشق میخوره. مایتی گفت من میخوام رو زمین بشینم، غذا هم میخوام با دست بخورم. موقع شام کلی با هم حرف زدن. جیند خاطرات بچگیشو تعریف کرد و حال همه رو با حرفاش خوب کرد. خاطراتش انقدر خنده‌دار بود که مایتی دلش میخواست پشت هم خاطره بشنوه. بعد شام وقتی وینس و مایتی میخواستن برن، مایتی دلش نمیخواست بره. وینس بهش قول داد بازم با هم بیان خونه جیند، ولی امکان نداشت. وینس به زودی از آمریکا میرفت و پدر و مادرش هم هیچ وقت قرار نبود دوباره بیارنش اینجا. لیومی به مایتی گفت شاید یه روز برای بازی بره خونه‌شون. ننی هم گفت ممکنه سال بعد دوباره برای مهمونیای مادرش بیاد خونه‌شون. مایتی کم کم راضی شد از خانواده جانگا خداحافظی کنه و همونطور که اومده بودن با مترو برگردن خونه. مهمونی خونه جیند یکی از بهترین شبای زندگی وینس و مایتی بود. دلیلش هم فقط یه نفر بود، جیند جانگا. جیند نزدیک طلوع خورشید یه روز پاییزی با کابوس وحشتناکی از خواب پرید. فکرش مشغول شد، یعنی خوابش چه معنی داشت، اما جوابی پیدا نکرد. از رخت خوابش بیرون اومد، دوش گرفت و برای شروع یه روز جدید حاضر شد. حتی سر کارم مدام تو فکر خواب بدش بود. حتی وقتی مایتی رو میبرد کلاس پیانو یا وقتی کلارک ادواردز رو میرسون شرکت.
تا اینکه کم کم خواب بدش رو یادش رفت. چند روز بعدم خانم سیندی بهش زنگ زد و گفت امروز کلاً آزاده. کلارک ادواردز به خاطر مشغله کاری از دفترش بیرون نمیره. مایتی هم خودش با تاکسی میبره کلاس. جیندم با خوشحالی تعطیلی یه روزه رو قبول کرد. یه روز کامل برای اینکه با همسر و پسرش باشه. میشد به ننی تو کارای خونه کمک کرد. حتی میشد غذای یه هفته رو آماده کنن بذارن تو فریزر. اینجوری ننی بیشتر استراحت میکرد. جیند از ننی خواسته بود از کارش استعفا بده و واحدهای کمتری تو دانشگاه بگیره. یعنی با قرقر قبول کرده بود، اما یه هفته بعد وقتی جیند بهش گفت برای ترم بهار و تابستون دانشگاه مرخصی بگیره، تحملش تموم شد و دعوای بزرگی تو خونه راه افتاد. ننی به جیند گفت نه، من حتی یه روزم از دانشگاه مرخصی نمیگیرم. اما جیند گفت من تصمیممو گرفتم. یعنی چی تصمیممو گرفتم؟ کی تصمیم گرفتی؟ کی بهت اجازه داده به جای منم تصمیم بگیری؟ من بچت نیستم که به جام فکر کنی. نه، ولی تو زنمی و بچم تو شکمته. این واسه جفتتون بهتره. به نظرم خودم بهتر میدونم چی برام بهتره. ننی، میدونی نظرم عوض نمیشه. پس دیگه چیزی نگیم. ننی ساعتها تو اتاق خوابش گریه کرد، اما بعد تصمیم گرفت از خونه دار بودن توی کشوری که زناش مستقل و شاغلن شرمنده نباشه. میخواست از این چند ماه خیلی خوب استفاده کنه. عصر یه روز پاییزی وقتی ننی جلوی تلویزیون نشسته بود، اخبار ورشکستگی شرکت لیمن رو اعلام کرد. ننی وحشت زده داد زد. اخبار میگه شرکت لیمن ورشکست شده. لیمن شرکت ادواردز نیست؟ گزارشگر گفت سقوط شرکت برادران لیمن زلزله‌ای بود که از قبل قابل پیش بینی بود. فقط نمیدونستیم دقیقاً کی قرار اتفاق بیفته. جیند همون لحظه معنی کابوسی که دیده بود براش روشن شد. اینقدر ترسیده بود که نمیتونست از جاش تکون بخوره. چند دقیقه بعد با آشفتگی دور اتاق دنبال تلفن همراهش میگشت. کلارک ادواردز تلفنشو جواب نداد. تلفن سیندی بعد چند تا بوق جواب داد. سیندی به جیند اطمینان داد شغلش سر جاشه، چون جیند فقط راننده کلارک نبوده، دوستش هم بوده. بعد از این خبر جیند همچنان کلارک ادواردز رو هر جایی میخواست میبرد. چند روز اول جیند توی ماشین حرف نمیزد، کلارک هم همینطور، تا اینکه یه روز جیند جرأت کرد و گفت برای اتفاقی که افتاده متاسفم قربان، امیدوارم به زودی همه چی درست بشه. کلارک جواب نداد، حتی سرش از صفحه لپتاپش بلند نکرد. جیند هم تصمیم گرفت تا آخر راه حرف دیگه ای نزنه. جیند نگران لیا بود. لیا قبلا درباره این روزا بهش هشدار داده بود. باید باش تماس میگرفت تا حال و روزشو بپرسه. لیا تلفن جیندو جواب داد و گفت باید یه کارایی تموم کنم. فردا روز آخرمه. میدونستم بالاخره این روز میاد. حالا میتونم شبا با خیال راحت بخوابم و خودم از این جهنمی که توش گیر کردم نجات بدم. من 20 سال سابقه کار دارم. یه شغل دیگه پیدا میکنم. اما قبلش میخوام یه ماه برم فلوریدا دیدن خواهرم. شایدم بیشتر. بعد خداحافظی جیند وضعیت خودشو با لیا مقایسه کرد. حداقل جیند هنوز شغلشو داشت، ولی باور این که دیگه شرکت لیمنی وجود نداشت واقعا سخت بود. کلارک کمی زیادی به هتل چلسی میرفت. جیند علت این رفت و آمده زیادو درک نمی کرد. البته بعضی وقتا از تماس‌های تلفنی کلارک چیزایی میفهمید، اما وانمود میکرد چیزی نشنیده. به هر حال وظیفش رانندگی بود، نه فضولی توی کار رئیسش. جیند معمولا همون اطراف پرسه میزد تا کلارک دوباره بهش زنگ بزنه. کلارکی که از هتل بیرون میومد و توی ماشین میشست، از کلارکی که رفته بود توی هتل آرومتر بود، اما بازم همون کلارک ادواردزی بود که جیند میشناخت، اتو کشیده و منظم. عصر یکی از همون روزایی که کلارک به هتل چلسی میرفت، کرواتش توجه کلارک رو جلب کرد. قبلا خیلی به کرواتای کلارک کاری نداشت، اما این یکی حواس جیند رو پرت کرد. کرواتش نقش پرچمای کشورهای دنیا بود، اما وقتی کلارک از هتل بیرون اومد کرواتش نبود. جیند پرسید برگردم دفتر قربان؟ کلارک گفت نه، برو خونه. جیند میدونست بعدش قراره چی بشه. سیندی میفهمید کروات کلارک نیست، برای همین ازش سوال میکرد. کلارک هم احتمالاً یه دروغی تحویلش میداد. سیندی هم طبق معمول باور نمیکرد، بعدم یه دعوای بزرگ را میافتاد. شاید هم سیندی بیچاره اصلا نفهمه کلارک کروات نداره. شاید به خاطر همین مسائل بود که یه روز سیندی از جیند خواست به خونه بره تا باهاش حرف بزنه.
تا جیند رسید خونه ادواردز، سیدنی گفت لطفاً بشین. جیند نشست. سیندی هنوزم همون آدم قبلی بود، فقط دیگه احساس زیادی تو چشاش معلوم نبود. سیندی گفت اوضاع چطوره؟ ننی و پسرت خوبن؟ ممنون خانم، همه چی خوبه. جیند میخوام برام یه کاری کنی. این دفتر آبیو بگیر. از امروز کلارک هر جایی میره اینجا بنویس. میخوام بدونم کجا میره، با کی معاشرت میکنه، همه چی. خانم کاری که ازم میخواین خیلی سخته، ممکنه به خاطرش بیکار بشم. میدونم، اما اگه کاری که ازت خواستم انجام بدی منم تضمین میکنم اتفاقی برات نیفته. من مطمئنم پای یکی دیگه وسطه. خانم شما زیادی نگرانید، چون آقای ادواردز شبا دیر میان نمیشه گفت دارن کار اشتباهی میکنن. واسم سخنرانی نکن جیند. یادم من ننی گفت حامله است. برو خونه. به زن حاملت و 2 بچه‌هات فکر کن. چطوری میخوای تامینشون کنی؟ به هر حال اگه هنوزم شغل تو میخوای بهم خبر بده. جین دفتر آبیو برداشت و از خونه کلارک اومد بیرون. تو راه خونه فقط به حرفای سیندی فکر میکرد. باید چی کار میکرد؟ جین تصمیم گرفت وینستون رو دعوت کنه خونش. شاید وینستون راه حل بهتری جلوی پاش بذاره. جین واقعا نمیدونست کار درست کدومه. اگه سیندی موضوع هتل چلسی رو میفهمید، آشوب بزرگی را میافتاد. اگه ماجرا رو پنهون میکرد، سیندی توی داستان رو در میآورد و خودش از کار بیکار میشد. جین این گرفتاری رو برای وینستون پسرموش تعریف کرد. ننی و وینستون هر کدوم پیشنهادایی دادن که هیچ کدوم از نظر جین مناسب نبود. اما بالاخره ننی ایده جالبی رو مطرح کرد. ننی گفت باید دهن سیندی رو ببندی. مثلا بهش بگی اگه مجبورش کنه تا هم ممکنه خیلی اتفاقی ماجرای بطری‌ها و شیشه‌های قرص توی سطل آشغالو به کلارک بگی. جیند گفت ننی بعضی وقتا فکر میکنم خون به مغزت نمیرسه. میدونی چی داری میگی؟ زن رئیسمو تهدید کنم؟ وینستون گفت با ننی درست حرف بزن جانگا. اتفاقا ننی درست میگه. همین یه جمله میتونه برگ برندت باشه، یا اینکه میتونی حقیقتو به کلارک بگی، بعد هر کاری سیندی بهت گفت و انجام بدی. جین فکر کرد وینستون درست میگه. اگه به کلارک بگه سیندی ازش چی خواسته، بهترین راهو بهش نشون میده. جیند صبح تولد 38 سالگیش وقتی با کلارک تو ماشین نشسته بود، سر صحبتو باز کرد. جیند گفت امروز تولدم قربان. تولدت مبارک جیند. ممنونم قربان. میدونم خیلی سرتون شلوغه، ولی باید یه موضوعی بهتون بگم راجع به خانم ادواردز. چی میخوای بگی؟ خانم ادواردز از من خواستن جاهایی که شما میرید و بهشون گزارش بدم. من واقعا نمیدونم باید چی کار کنم، واسه همینم ترجیح دادم به خودتون بگم. واقعا؟ خب هرچی میخواد بدونه بهش بگو. همه چی و حتی هتل. کلارک حرف جیندو قطع کرد. هر چیزی جز هتل چلسی. چشم قربان. اینجوری خیلی بهتر شد. من چند شب از نگرانی درست نمیخوابم. میترسیدم سر این ماجرا کارم از دست بدم. خیالت راحت. اگه حواستو جمع کنی هیچ اتفاقی واسه کارت نمیافته. راستی قربان، حال خانم ادواردز خوبه؟ چند روز پیش که دیدمشون لاغرتر شده بودن، فکر کردم شاید مریض شده باشن. نه طوریش نیست، حالش خوبه. امسال قراره بعد مدت‌ها شب سال نو هممون کنار هم باشیم. یه جورایی یادم رفته چطوری باید به خانواده‌ام باشم. راستی بهش بگو لاغر شده، مطمئنم خوشش میاد. و ممنون از اینکه بهم گفتی سیندی چی ازت خواسته. کلارک دوباره نگاهش رو برد به سمت لپتاپش. جیند از این که میتونست هر 2 نفر رو راضی نگه داره خیلی خوشحال بود.